بیا وطن دار، وطن جنت نشون است. بیا وطن دار که وطن جسم و جان است. بیا وطن دار. پل خشتی آثار معماری چند قرن گذشته. بیننده های عزیز سلام. بدخشان در دل کوهها و صخره‌ها صعب العبور واقع شده است. در گذشته های دور این سرزمین نقطه عطف برای ستیزجویان، جهانگشایان و همچنین جهانگردان بوده است. فیض آباد که بیش از 300 سال می شود مرکز بدخشان است، بعد از امارت میر یاربیک به این نام مسمی گردید. بعد از درگذشت او فیض آباد بارها مورد تجاوز حاکمان همجوار بدخشان قرار گرفت. زمان زمامداری میر سلطان شاه پسر میر محمد شاه از خانواده میر یاربیک در 24 سالگی مسئولیت امارت بدخشان را به دوش گرفت و از سال 1161 تا 127 هجری خورشیدی حاکم بدخشان بود. تاریخ نگاران این دوره را طولانی ترین دوره امنیت در این سرزمین می‌خوانند. او با تدبیر سیاسی نه تنها در بخش نظامداری کار کرد، بلکه برای آبادانی بدخشان گام برداشت و با اعمار معابر، مساجد و راه‌های مواصلاتی و پل‌ها برای سهولت تجارت در مسیر راه ابریشم دست زد و یکی از پل‌های مشهور روی دریای کوکچه پل خشتی است و در زمان همین امیر میر سلطان شاه ساخته شده است. این پل 76 متر طول، 5 متر عرض دارد و از 3 چشمک یا مجرای آب تشکیل شده است. به قول منابع در ساختمان این پل از خاکستر مادرخ، نوی بته کوهی، تخم مرغ و آهک یعنی چونه که نوی سنگ سفید است و با پخته شدن در کوره های آتش به دست می آید و خشت پخته 4 گوشی همان زمان کار گرفته شده است. این پل سالهاست طغیان و سرکشی رود کوکچه را تحمل می کند. این پل نزدیک به 3 قرن است با خشم کوکچه می جنگد و گاهی زیر آب و گاهی یک سر و قد از طغیان آب سر می کشد. پل خشتی با وجودی که از مصالح مدرن و سیخ و سمنتی با کیفیت امروز اعمار نگردیده، اما رنگ سرخ خشتهایش هنوز زیر آب دلبری می کند و زحمت و پشتکار معماران و دلسوزی و همت بلند امیرانشان را برخمان می کشد. پل خشتی نمونه از شاهکاری های معماری همان روزگار است. با آنکه رویش از سیخ و سمنت برای محافظتش قاب بستند، اما کوکچه نمی خواهد مصالح مدرن مسئله و نشانه مدنیت دیرین را بپوشاند. پل خشتی نیاز به ترمیم دارد و حفاظت از تندباد حوادث تا خشتهایش یکی یکی از هم نپاشد و این آبیده تاریخی بیشتر از این متضرر نگردد. این پل در گذشته تاریخی خط وصل دو طرف شهر فیض آباد که راه چندین ولسوالی نیز هست بوده است. در ضمن در فیض آباد آبیده های از گذشته هنوز باقی است. حمام کهنه این شهر که از اعمار آن اطلاعاتی در دسترس ما نیست، یکی از آبیده های تاریخی است. شکل و شمایل معماری قدیم را دارد و چند سال پیش از امروز از سوی بنیاد آقاخان مرمت گردید. آرامگاه بنیانگذار فیض آباد، بنای 4 گوش خشتی بالای قبر میر یاربیک و بنای قدیمی مکان نگهداری خرقه پیامبر صلی الله علیه و سلم در این شهر که اکنون زیر سقف این بنای جدید قرار گرفته است و آرامگاه میر غیاث الدین غیاثی از آبیدات تاریخی فیض آباد به نام بدخشان ثبتند. این خانه قدیمی است که در ناحیه اول این شهر گذر چقرک سابق که به نام گذر غنی مسمی گردیده است، یکی از بناهای تاریخی شناخته شده است، اما هنوز به حال خود باقی است و تا اکنون کدام توجهی بر نگهداری او صورت نگرفته است. این آبیده های تاریخی شهر فیض آباد از 1 قرن تا 3 قرن قدامت دارند و در بدخشان مکانها و بناها و آبیده های دیگری نیز به عنوان آبیده ها و آثار تاریخی شناخته شده و ثبت وزارت اطلاعات و فرهنگند، نظیر آرامگاه حکیم ناصر خسرو در یمگان، 2 خانه چوبی در اشکا شنواخان و بقایای کاروانسراها، زیارتگاه‌ها و قلعه‌ها و شهرهایی که روی آن بعداً معلومات خواهیم داد. برم بدخشان بیشتی در زمین سبز دارد و مردم نازنین است. بیا وطن دار